درود. شاید از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا در محافل دوستان و نزدیکان نام جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی را شنیده باشید و از خود پرسیده باشید که رنسانس یا نوزایی ایران چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. این هم پاسخی کوتاه به این پرسش‌ها. رنسانس ایرانی در پی سامان دادن به رستاخیز فرهنگی و اجتماعی بر پایه بنمایه‌های اندیشه و اخلاق ایران شهری برای نجات کشور از فقر فرهنگی، تباهی اجتماعی و عقب ماندگی اقتصادی است. جنبش ایرانگرایی برای نوزایی فرهنگی سازنده، خردگرا و انسانی ایران شهری همچون پاسداری از منافع ملی و احیای حقوق شهروندی می باشد. آینده روشن ایرانیان در گروی کوششی گسترده برای بازنگری به قلمروی اندیشه و اخلاق فردی، نوسازی روانی ملت و بازسازی اجتماعی جامعه ایران است. راهکار رنسانس ایرانی مانند رنسانس اروپا بر پایه برکشیدن عناصری از جهانبینی کهن ولی ارزنده می باشد، با این تفاوت بزرگ که در رنسانس اروپایی که به تباهی قرون وسطی پایان داد، فرهنگ هلنی و اندیشه‌های آتنی خوراک فکری و جنبشی بودند، در صورتی که نوزایی ایرانی میباید بر بستر بومی و آزمون پس داده‌ای که ریشه در هزاره‌های گذشته کشورمان دارد ساخته و پرداخته شود. آبشخور این رستاخیز فرهنگی که میتواند تأثیرات شگرف اجتماعی و سیاسی با خود به همراه داشته باشد، جهانبینی ایرانی و فرهنگ ایران شهری میباشند. باید با برکشیدن مفاهیم ارزشمندی چون خردگرایی، دادگری و آبادسازی در پهنه اندیشه که مهمترین دغدغه‌های ایرانیان در زندگی اجتماعی و فردی بودند، راهکاری برای درمان دردهای ملی کنونی یافت. دیگر ویژگی‌های ارزنده منش ایرانی چون آزادگی، دهشمندی، رواداری و شادزیستی که آمیزه‌های برجسته پهنه اخلاق هستند و در جامعه ایرانی کمرنگ گشته‌اند نیز از دیگر ابزارهای توانمند پیریختن رنسانس ایرانی هستند. فرهنگ ایران شهری مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و منشی است که برای سده‌های درازی در عصری که ایرانیان در جهان سرافرازی می‌کردند و سرآمد و پیشتاز بسیاری از ملل بودند، ستون استوار روح و جان قوم ایرانی بود. فرهنگی که ایرانیان را در آن روزگار در فراز تاریخی خیش قرار داده بود و آبشخور آیین و منش ایرانی بود. این فرهنگ را در اوستا، متون کهن پهلوی، سنگ نوشته های هخامنشی و ساسانی و از همه بالاتر در شاهنامه میتوان جست. فرهنگ ایران شهری که بر بنیاد آمیزه های برجسته و زندگی سازی چون خردگرایی، دادگستری، آبادسازی، رواداری، آزادگی، شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است، میتواند باری دیگر به کار گرفته شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این بنبست تاریخی که گرفتارش هستیم رهایی بخشد. ایرانی در این نوزایی، در این رستاخیز فرهنگی در پی آن نیست که همانند دیگری بشود یا برای بازگشت به هزاره‌های کهن دست و پا بزند. ایرانی باید خود ایرانیش را بشناسد و از آنجا خود آینده‌اش را معین سازد. اندیشه اجتماعی ما ایرانیان در شاهنامه در آزادگی و در ارج‌گذاری به جان و زندگی است. اگر ملتی برای انسان و زندگی ارجی قائل نباشد، نه توان خوشزیستی را دارد و نه سزاوار آن است. این منش و نگاه زندگی دوست امروزه یکی از نیازهای رستاخیز فرهنگی ایران و زایش ایران نوین است.